Assalomu alaykum. Imroz 27 iyun است. روزی وحدت ملی است. خداوند کریم همیشه در وطن ما تنجی و امانی باشد. ما در آغوش یکدیگر فهمی و حرمت عزت یکدیگر همیشه زندگی کنیم. یا همداران عزیز، چطوری که در نوارای پیشینه ما اگر مشاهده کرده باشیم، ما به پخته بیاگم استفاده بودیم. خب من این پختمان الکی طرف قدشان دراز شده مایل به حاصل کنی کرده ایستاده است. من شاهدی آن هستم که الکی حیاتشان الکی گل کرده چندتگی کورک کرده ایستاده است. خب نزدیکی با یکی از اعضایان این حاجگی خانه هم صحبت شدم. اون کس گفتن که من این زمین دا یک مرتبه بیاگم دادیم، یعنی همون وقت حساب کرده بودیم 70 سوتیخ دا 120 کیلو بیاگم داده بودن. اکنون سر گهتار گردانیم 170 کیلو سر گهتار میشد. خب یک بار آخری مای دا یک بار 170 کیلو برای یک گهتار بیاگم دادن. من قریب یک هفته می شود یک بار دیگه 3 لیتر دادن. بعد از 3 لیتر آب موندن. اوکی، همین گونه حالت ده هستند. خب آدم هایی که الکی دودیله شده ایستاده است با بیاگمس پرورش کردن یا اینکه با کرم پروری رو آغاز کردن، با آنها من این از نتیجه ما میتونن خلاصه گیری کنن. یعنی نه فقط از نتیجه ما بلکه از صفحه های اینترنت اگر کاف کنند در برای بیاگمس یگان سخن تنقید پذیر یافته نمیتونن، به خاطر که من این کرم پروری خودی کرم کالیفرنیایی رو پرورش کردن الکی 70 سال شد. این آغاز یافت از شتات کالیفرنیا امریکا. من تاجیکستان الکی 2 سال میشد که همین چیز نو رسید. اگر همین کار غلط می بود، یگان نافهمی میشد، در دوام 70 سال از بین میرفت. و همین خاطر یگان بدودیدگی به یگان چیگون وقت گذراندن سر کردن در کار، یعنی یگان خیلی عمدگی کردن در کار نیست. این الکی همه از تجربه خودش گذراندن. عالم ها فکر اندیشه خود رو در این باره گفتن. شما میتونید همه این معلومات رو در اینترنت کاف کنید، خلاصه گیری کنید، خلاصه گیری کرده میتونید تستر سر کنید. خب بغرض این از تجربه خود کمی معلومات میتونم. من خودم فینانسیست بودم، از کمپانی توتال فینانس منیجر و ادمنستراتور کار میکردم و این کار آغاز کردم. پردیدن کمی گذشته در تاجیکستان در صفحه اینترنت یک معلومات رو دیدم که در آن شرکت فرنیکا در تاجیکستان با واسطه بیاگموس، یعنی با واسطه نوروی ارگانیکی پخته پرورش میکرد. بعدتر با رئیس این شرکت هم صحبت شدیم و آن کس به من چگونه تکلیف کردن من رو اویدی کرم پروری و آمدن آدم هاش در منزل ما دیدن، حواس کردن و گفتن که کرمی لایخه کالیفرنیایی رو پرورش کردن و نشان دادن. گفتن مقصدشون آشکار کردن. آنها میخواستن نوع عالی پخته که به استانداردهای اروپا جواب میدادگی رو به تاجیکستان آورن و با واسطه بیاگموس پرورش کنن و بر ضد حشرات ضرر رسان اندمفک ها را استفاده کنن. خب در نتیجه این محصولات ارگانیکی از جهت اکولوژی تازه می شود و آنها را در اروپا می فروشند. مثلا کنجارش، روغنش، نخی تالش، همه آنها را در اروپا فروختنی بودند. چون که همین کار امسال آغاز نشدن، بعضی سبب های خودشان که این کار امسال نکردن، لیکن سال آینده ممکن که سر کنند. به همین خاطر وقتی که همین چیز در خودمان در نزد خودمان سر کردن دو کردو هست، یعنی بسیار عمدگی کردن، وقت گذراندن یا اینکه آدمایی که همین کار را سر کردن الکی میخواد که یک نتیجه گیرن، آنها را پس زدن، این البته فایده یگان کس نیست. به همین خاطر خب کسی امکانیت دارد، مثلا گاو دارد، زمین دارد و جای دارد که برای کرم پروری آغاز کردن، البته این کار را سر کنند، به خاطر که هر سیرشون یک سیکل شده. برای رواج یافتنشون بازم یک روحی نه پیدا میشه، به خاطر که مدت تاجیکستان سیر نیست با نیروی مینرالی
کمی تنقصی داریم. اگر این کار را سر کردید شما یک برای خودتان مینی زواد اوید و استحصال نیروی ارگانیکی میشد که زمینتون نه فقط حاصل خوب میده با واسطه این، بلکه کداستر زمینتون سال به سال نقصتر شدن را تامین میکنند. خب اگر که گپ زنیم، گپ بسیار است. میتونید که خودتان در صفحه اینترنت یک بار آنالیز کنید، کاف کنید و خلاصه گیری کنید. ما باشیم میریم بس میشکه قلش و 1002 متر زیاد است. و برگاشون سیاه است. من نگاه کنید جایی که بیاگوموس نقص فرمودگی نیست. اولشون وقتی ترکتر همون چیزش ماندن بدتر میفرد که دارو باشد یا یکان چیز دیگر باشد، اولش نقص نمیفرد، دم خود پستر است، لیکن پایینش کمی پایینش همش یا خیلی از اون اولش ده من چی نگاه کنید جواب سیلتره را میتیم یا پیروستش به چونی چرا من اینجا دا 60 سوتیخته 2 لیمچه سیلتره دادگیم. اکنون سیلتره را 400 چند سامانی هم 460 سامانی حساب کنیم 900 سامان مینیموم. اکنون 1 هکتار دا 170 کیلو بیاگوموس دادگیم. 170 کیلو را چند که تفاوت از 200 میستش است. اگر همین کار خودتان سر کنید همین بیاگوموس به شما ممکن که بیپول غلطد، به خاطر که شما گل دارین یا یگان پوری اسب دارین عموما هم خیلی چی داشته باشین شما دا بیپول میغلطد. به همین خاطر به دو دیلگی کار سر کنید. به همه موفقیت میخواهیم. در نوارهای آینده باز هم نتیجهش در احترام نشان داده میریم. از کانال ما دور نباشین، سابسکرایب نکرده باشین برامون خواهش مینماییم سابسکرایب تا اینکه معلومات های ما را از یکم ها شده تماشا کنید. تا نوارهای آینده خدا حافظ.